نصیحت برای رسول صلی الله علیه و سلم دو به تقسیم میشد، فی حیاته و بعد مماته، در حالت حیات رسول صلی الله علیه و سلم و بعد از وفاتش. حالت حیات چنده چه خیلی که صحابه ها نصیحت کردن بر رسول صلی الله علیه و سلم، چه خیلی نصیحت صحابه ها بر رسول صلی الله علیه و سلم چه خیلی بود، یعنی بر رسول صلی الله علیه و سلم طاعت کرده، رسول صلی الله علیه و سلم نصرت دادن، یاردم دادن، یعنی نفس هاشون، مال هاشون، خداشون راهی یعنی چنده این راهنده چیکار کردن، یعنی صرف کردن. نگفتن که یعنی وقتی که علیه السلام وقتی که جنگ بدر شد، طبعا آسان‌تر که چه مدینه ده ایستاده خود دفاع کردن، لیکن صحرا به بر اومدن کار دشوار، یعنی دشمن روبرو، یعنی دشمن 1000 نفر شما 300 نفر روبرو شدن، کار واضحی. رسول صلی الله علیه و سلم یعنی چه گفت؟ خواست که براید شورا سونه کن رأی که گرفتنی صحابه ها گرفتنی، صحابه ها چه میگن؟ همیننده چه؟ مقداد ابن اسود یا که ابن عمرو گفته، الکندی الحضرمی رضی الله تعالی خیلی گفت که یا رسول الله کأنک ترید تستشیرنا، گویا که تو اما چه فکر ما گرفتنی؟ والله گفت انا لا نقول ما قال بنو اسرائیل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. یعنی چی گفتن بنو اسرائیل موسی بود؟ رفت همراه پروردگارت تو جنگ کن، ما اینجا شما انتظار میشیم. وقتی که موسی با جهاد به دعوت کرد میگن که رفت تو، یعنی ماشاءالله ما چی بکنیم؟ تشجیع میکنیم، میشنیم جامده شما رفته با پروردگار جنگ کنید یک جای. ما خیلی نمیگیم نه بنوی چی وای، یعنی جبابره بیت المقدس از مصر وقتی که بر اومدن، چون الله تعالی امر کرد که انا کن چه گفت؟ بیت المقدس شما فتح آزاد کنید، گفت از جبابره ها، از جبارهای ظالم ها، یعنی چی؟ بیت المقدس آزاد کنید. گفت ترسیدن بنو اسرائیل، گفتن ما جنگ نمیریم. گفتن مقداد گفت که والله گفت لو خذنا بنا البحر لخذنا البحر، بحر سرخ که ینبو مثلا این طرفش مصر میرده، اگر دور بحر بگرفتم ما بریم موقفات میریم داخل بحر، میدونیم یقین غرق شدن ما میریم امروی تو غرق میشیم. یعنی این چی بود؟ انا من مثلا چی بذل، یعنی چی انفس والاموال، یعنی نفس هاشون مال هاشون چی صرف کردن راه رسول صلی الله علیه و سلم ده تیارن علیه الصلاه و السلام. چی میگفت؟ یعنی وقتی که من راه چنده جهادنده ابو جندل ابن سهیل ابن عمرو رضی الله تعالی عنه و عن ابیه و عن اخیه، یعنی سبحان الله اسره، یعنی چه عجیب، یعنی تاریخ من بینید آل سهیل، یعنی عبدالله ابن سهیل، ابو جندل ابن سهیل رضی الله تعالی عنه، سبحان الله. وقتی که می اومد مدینه به چه میکرد؟ 70 پشت پاخون بر اومد، یعنی وقتی که قریب که انگشت بریده شده چه جدا شود اپو، صحابه ها چیکار گفت که لا گفت، یعنی ما گفت که یعنی چه انگشتش به نگاش تو گفت که ما انت الا اصبع فی سبیل الله ما لاقیت، تو گفت بس مجرد بودی چه یک انگشت بدی راه الله تعالی یک چیز به دوچار شدی، هیچ گام نرفتیم، یعنی هیچ گام نه، یعنی دیگه نفسش جسدش مالش راهی چنده الله تعالی صرف میکرد. علم النصیحه لله چه بود؟ یعنی لرسوله علیه الصلاه و السلام. نعم حیات رسول صلی الله علیه و آله و سلم انده، حیات چنده یعنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم انده. یا که مثل ابو سفیان رضی الله تعالی عنه، ابو سفیانی که رافضه ها چی میکنن؟ دائم دشنامش میتیان، دائم چی میکنن؟ دشنام میتیان، مثلا لعنت چی میکنن دیگه؟ وقتی که جنگ حنین انده، وقتی که کافرها بر اومده یعنی حصار کاره از چهار طرف با کمان میزدن، همین ابو سفیان اومده با جسدش چی میکرد؟ رسول صلی الله علیه و سلم چی حمایه میکرد، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم چه حمایه میکرد، یعنی با جسدش، یعنی علیه الصلاه و السلام. این خیلی مثلا چه میشید، یعنی این قصه ها بسیار که خیلی صحابه ها رضوان الله علیهم چه خیلی رسول صلی الله علیه و سلم چه مالاشون نفسهاشون چه دفاع کردن، یعنی دفاع کردن. حتی وقتی که خبیب توی میگریم تاریخش قصه مکه ده اسیر افتاد که دست چوبه، وقتی که برآوردند چه کشتنی بودن چه گفتن، یعنی گفتن که یعنی همین خبیب گفتن که حاضر ما چه میکشه خلاص، یعنی سجن
ها ترمه کردن یا که مثلا کار کردن کشتن اوور تگ شمشیر انده یعنی میکشه ما گفتن کشتن تگ شمشیر انده گفتن که حاضر گفتن تو به اگر یک چیکنه یعنی چی مثلا حاضر میخواهی که یعنی جای تو به رسول صلی الله علیه و بیاریم تو آزاد کنی ها گفت که والله گفت رسول صلی الله علیه و سلم خور در اومدنش گفت ها بهتر من مردنم میگفت یعنی شد میگفت تست من نگرد محبت صحابه ها دفاعشون از رسول صلی الله علیه و آله و سلم یعنی خونش ریختن جانش بر اومدن روحش دادن مثلا چی یعنی همش برای چه راه اسلامنده چی و یا علمین چی بود النصیحه چی بود لرسوله علیه الصلاه و السلام نعم اما بعد وفاتش نصح چخل میشد بعد وفاتش علیه الصلاه و السلام نصح چخل میشد یعنی فالعنایه بطلب سنته انا کن چه بچی کردن یعنی عنایت سنت رسول صلی الله علیه و سلم سنت رسول صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفتن سنت رسول صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفتن نعم یعنی از منهج رسول صلی الله علیه و سلم عقیده رسول صلی الله علیه و سلم یعنی سنت چه میگیم قول رسول صلی الله علیه و سلم فعل رسول صلی الله علیه و عمل هاش یعنی قول های رسول اقرار هاش اخلاقش آدابش هم ممنوع تعلیم گرفتن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم دفاع کردن نشر کردن نصرت دادن دعوت کردن آدم ها به سوی سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرهای رسول صلی الله علیه و سلم تعظیم کرده یعنی هر چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم یعنی معنای شهادت هم محمد رسول الله یعنی هر چیزی که خبر داد وای با باور کرده امر کردگیش به امرش اجرا کرده نام نهی کردگیش وای باز استوده و یعنی برای هم رسول صلی الله علیه و سلم یگانه الله سبحانه و تعالی یعنی نام نام چی کردن یعنی یگانه برای الله برای رسول صلی الله علیه و سلم الله تعالی عبادت کردن و یعنی چی دشمن های رسول صلی الله علیه و سلم بد دیدن ها دشمن های سنت از سنت رو گرداندگی های از اهل سنت رو گرداندگی های اهل سنت به دشمنی کردگی های چه بد دیدن و یا به براءت بغض پیدا کردن یعنی برای سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم همین چی بمیشد یعنی هم همین چی به نصحی رسول صلی الله علیه و سلم چنین یعنی چه صحابه های رسول صلی الله علیه و سلم دوست داشتن و اهل قرابه رسول صلی الله علیه و سلم دوست داشتن همش چی میشد یعنی هم همین چی میشد یعنی درباره چی میشد نصح لرسول صلی الله علیه و آله و سلم هم همین چیز میدارد یعنی فهمیدید نعم و تمام مثلا سنت هاش بچی یعنی تمام سنت حتی یعنی مانند شدن به لباس رسول صلی الله علیه و سلم در هیئت در صورت در لباس در آداب در اخلاق در همه چیز تو باید که چی یعنی بکی خودت مانند کنی با رسول صلی الله علیه و آله و سلم خودت مانند کنی نعم